bodies to pattern رو میتونیم استفاده بکنیم، چون در واقع اون رو ما به این صورت ایجاد میکنیم. بعد یک فیلت هم با قطر خیلی کم روی کل قبلی کات میکنیم و دوباره با سیرکولار پترن به این صورتی در بالا براش ایجاد میکنیم که ریورس دایرکشن رو میزنیم به فاصله 10 میلیمتر از پایین تر این مقدار 25 اکسترود ما آغاز بشه. به این صورت ببینید 18 سانتی که ما الان ایجاد کردیم رو فقط رعایت بکنید. به این صورت میشه قسمت دستگیره موتورسیکلت. قسمت هایی که از ابتدا فیلت نزدیم رو در ادامه و با دستور اکسترود نه از 3D اسکچ خارج میشیم. روی این سطح همین مدل رو کانورت میکنیم و با استفاده از دستور سویپ به صورت خیلی فرم جالب و حرفه‌ای این جلو رو مدل سازی میکنیم. ببینید به این صورت با دستور سویپ به این صورت انجامش میدیم. این در واقع شاسی یا اسکلت موتورسیکلت هستش که ما برای این منظور این کرو رو یه مقدار ارتفاعش رو مجبوریم که افزایش بدیم. ببینید و باز برای اینکه اینجا تداخل نداشته باشیم در نهایت یک سری پلیت های تخت برای محل استقرار در واقع موتور اینجا مدل سازی میکنیم خیلی سریع روی پلن فرانت. دیدیم که گلگی بیا در وسط قرار بگیره و آر هم مقدارش 110 باید باشه و خود آرک باید از این نقطه عبور بکنه. خب این هم به عنوان سکشن و این هم به عنوان مسیر به این صورت
و برای اینکه چرخ در وسط قرار بگیره و این استوانه رو با این استوانه به این صورت و در نهایت این سطح بالا رو با سطح پایین این شفت ها روی هم منطبق میکنیم و در انتها این سطح قرار بدیم. ببینید اینم به این صورت در جای خودش قرار میگیره و مونتاژ کامل موتورسیکلت به این صورت انجام میشه. کلیه قطعات رو فراخوانی میکنیم.